در آستانه روز مادران در شهر کولوب مجسمه مادر افتتاح شد. این مجسمه در باغ 15 سالگی استقلال در محله شمس‌الدین شاهین کولوب قامت افروخته است. این مجسمه را هیکلساز محلی شمس‌الدین آدین احمدов با یک فرمایش شهرداری آفریده است. سیمای مادری توجیکی که در سری گهواره فرزندش را الله میگوید و از همان فلسفه مادر به یک دست گهواره و به دست دیگر دنیا را میجنباند گرفته شده است. با مناسبت روز 8 مارت که در تاجیکستان همچون روز مادر جشن گرفته می شود، یک راهپیمایی بزرگ برپا شد که در آن زنان فعال، دانشجویان و بانوان نظامی اشتراک کردند. حکومت توجیک موضوع ارزش‌های اولیوی و احترام به پدر و مادر را همچون جزوی از فلسفه اخلاقی تربیت نسل نورس تلقین کرده، همچنین مسئولیت پدر و مادر را در برابر فرزندان هم از راه قبول قانونی مخصوص تاکید کردند. هدف این است که در خانواده روابط بین والدان و فرزندان نزدیک و مستحکم، احساس مسئولیت و جوابگری هر دو جانب نسبت وضع اجتماعی و اقتصادی بلندتر شود. سالهای آخر در تاجیکستان نقش مادران در تربیت فرزند در پس منظر مهاجرت صدها هزار مرد به روسیه با هدف کار و درآمد برجسته شده است. در پی آن در قصر فرهنگی کولوب زنهای فعال محلی را در یک مجلس با تنتنه هم قدردانی کردند. مقامات در کولوب میگویند در برابر راه اندازی برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌های تلویزیونی، گذاشتن چنین مجسمه خاصی بخشیده به مادر میتواند در فرهنگ زیبایی پرستی و اخلاق جوانهای محلی نقش مثبت ببازد. یک سال قبل در نزد بینای ثبت حالت شهروندی در کولوب پیکره اویله نیز قامت افروخته بود.